کردی که 2 هفته شد من در خانه تو خواب میکنم. لا مجرم نه. پدرت گذشته است چکوری کس نکس این دنیا های این حیات های بعد باید ما توانی گذشتنی پدری تر ما بسپرم ها؟ 100 آفرینی و کلینایی بگو که در 1 سال 2 سال 1 بار چشونا میبینن. رجب علی ایبرانی. چه کردی بچه جان؟ چی بچه جان؟ دید که بچه جان از چای میجوشن میریم. زحمت کشید دخترم. گیرید یکم چی خوردم گیرید مایلش. چند روز اهمیت میدیم زیقی بچه جان. میفهمم از روزی که دادم گذاشتم 6-7 ماه میشود که فکر میکنید به خود نیستین زیق میشوید. زیق نشوید بچه جان. ما هستیم همش خوب میشود. تا ما هستیم شما زیق نشوید. شما قوت دل ما. شما زیق میشوید ما هم زیق میشویم بچه جان. دختر جان همینقدر میکنم که فکر نکنم یکی نمیشود. میدونی شوهر در زندگی یک میگوین که ستونی خونه بوده است. قوت دلی زن بوده است شوهر. باور میکنی وقتی که پدرت رفتن خیال کردم که باغ و پرم شکست. شکرانه شما هستید که اینجا بی پدرت دیگر است دخترم. میخوای هیچ کم نیست. شکر شما. شوهر کریست؟ ها چه جان؟ فروکش تیار کن. خوب چیز نکنه بس از چای بیارم یا جویا میخوریم؟ اوه دختری سودا تو از کجا میدونی درد دلی مادرت خیال کردی که 2 هفته شد من در خانه تو خواب میکنم شب و سحر دلم میسوزم هیچ کجای پدرت گرفتن نمیتونم. دوستان و تماشاگران عزیز ما авиакас онлайни хидмат шудем ки билетҳо бениҳоят арзон ай ва ба тамоми давлатҳо дӯсто билет ҳастай ва ногуфта намона ки ҳатто 1 рубли зиёдатӣ дар болош мондагӣ нестай ма 100% кафолат метавонам шумо ба дӯсто ин ҳамиҷа рақамҳо мондагӣ ай +7 996 43 24 423 дӯсто занг мезанен айноми сомонаи раҷабалии ибронӣ муроҷиат мекунен дар 5 дақиқа билети шумо омода мешавад ва ба настрени хуб дар сафар мебироен. الان نگهبانتون دوستان تیار شدیم مدک؟ آه تیار شدم. اینجا ای؟ چای میخوردید چای تیار بود؟ چای میخوردم؟ میدونی که هر روز یوچایت همین خونه اومدگی ای؟ همین قدمی ناپاک شد در همین خونه موندگی ای؟ مرا نه زفترک میفوره مرا نه عبید میفوره نه اوژن میفوره میفهمی؟ همین یوچایت را ما میبینیم اشتیو میگریزه گوش مرا زنک؟ ای همین مهمونی برای انسانی بناموس 1 روز ای برای انسانی بناموس باشه 3 روز ای میفهمی؟ 3 روز حجت چقدر در خونه ما ای؟ ای ما در وقت خیلی شبنامه کردم 2 هفته شدگی حجت در خونه ما خورده خوب آخی ما در حیات کار میکنم مهنت میکنم زحمت میکشم به خاطر خودم میکنم به خاطر زندگی خودم به خاطر استراحت کردن خودم میکنم نه به خاطر مادری تو فهمیدی؟ برای مادری تو نمیکنم برای خودم میکنم 2 هفته شد حجت در همی خونه ای اوخی اوچت 7-8 بچه داره بایی قری در رسیانه در کیم کجان کلیناش نگهش کنن ما شهرنامه نکردن در وقتش که کشتومانی ما بیاد در خونه ما و دیخ کنه دام بگیره بخیره بچره بگرده رجوالی مهنت کنه کار کنه کشتومان ایشوتی رجوالی بزنه کیف کنه بگرده مردک اونم تر میفهمد آخی ای بست میشنوه شنویدن بگیره 20 بار نیاز میرم در وقت گوشش بو میگم در کجا شنویدن بگیره آخی مردک چیکار کنه کجا رود بغیر از من هیچ کس ندارد شما میدونید که دادران نیستن در اینجا
از روزی که پدرم گذشته است او تنها مرا دارد. کی را دارد دیگه؟ ای گوش که مرا پدرت گذشته است چکوری کس نکس این دنیا این حیات های بعد باید ما توانی گذشتنی پدری ترا ما بسپرم ها؟ ما باید مادری ترا شد کنم ما باید روحی مادری ترا بردارم با همین زنی گرفتگیم باور که پشیمون شدم کاش من کونگدای کم بغلی ناداری به سایی بنا میگرفتم من به این دخترم چخیر فهمونم که من به خونه میروم اگر حاضر گویم گپای شبهرت رو فهمیدم میگوید که مادرم ما رو پایده میگشت است گپی ما رو گوش میکرده است لیکن من گوش نکردم دامادم هم هر قصد بخیر هنوچه جان چکردی؟ چشتیم؟ منظور جان اومدی؟ هنوچه جان چکردی؟ منظور جان میگویم من به خونه روم چه جان نیستوری داخلی؟ همیشه حولی پدرت خواب دیدم خواب میبینم در خانه معرکه است خانه پوری آدم است پدرت این طرف اون طرفی حولی بی‌ضابطه سرگردان شده گشتند میگویم که کلینو جنگ نکرده باشند این جوانای میدونی که یک کلام که نباشد بین همدیگر سوز نمیگیرند یک میرفتم نبیره چه ما یاد کردم میدونم اوچه جان 2 هفته ایستادید عادت کردم باز میروید شوهرم روزی دراز کار من تنها بزیق میشود باز میبیام یک خبر میگیرم گشته میبیام انیق میایی؟ لباسای من تیار کن دختر جان نیست تو بیدار چجا من خیلی بچه جان یک روم حولی پدرتم خبر گیرم خودت احتیاط کن فهمیدی سهر بر وقت خیز شوهرت به خوراک گرمک پختت لباسوش در زمار کن بگه که از کار اومد چای گرم و چای خونکش تیار کن مالا شما درست نخوری بخیتون احتیاط کنید چجا روش بریم زیر میشه چجا مشکل میشه او زنار زنار او زنار لابای اومدید بله اومدم در خونه دار هیچ کار نیست خودم تنها چه خیلی تنها مادرت کجا داره آچم رفتم خبری خوش خبری خوش او میگم که همین بود هوای خونه تازه همین خونه در نظرم دیگه خیلی توفتیسته این همین بوده مادرت رفتگی بوده باز یک روزی غم ها گذشت اشتمالی ما از این خانه ترک کرده بیرفت ها بهترین شید اما زنک من دیگه راحت آرام زندگی میکنم ایست پس چی بای خیلی خبر خوده دخترای؟ ها؟ چی با خوش خلق دخترای؟ زیخ شدی؟ ها؟ زیخ شدی؟ رفتم بگیره 2 هفته ایستو 2 هفته بسای من ندیدم یکا کشتومم روا در خونه داماد 2 هفته 3 هفته راحت کنه دم بگیره 100 آفرین و کلینایی بگو که در 1 سال 2 سال 1 بار چشونه میبینن با همورم ساعتکی اوچت اومد 2 هفته 6 راحت کرد دم گرفت چخ کردی گفتی همون گپا کی رازی دل کردی بسای گوش که زنک من امروزه باید خیر کنم امروزه باید من جشن بگیرم برای که اوچایت رفت ترک ممکنه و ما آزادانه آبادانه زندگی میکنیم این همه اوژه خدمت سبکیست که ایستم هوای تازه با همین خاطر گوش زنک جان برای شیرت خیمه را بیار یک ستا کنم عصب آرام تر بهتر شوند بده زنک مردک جان
شما خوب میدونید که عرق خوری این کارا آدم به پستی میرساند. تمام بی‌آبروگی هایی که میشود سببگاری همش انمی عرق است. انمی راهی بد است. با شما چی نمیرسد؟ زندگی خوب داریم، خوشبختیم. مادرم رو به اون نکردید. انا مادرم هم رفت. همش خوب میشود. دیگر یگان مشکلی نداریم. بیایید نکنید مردک جان. التماس. ای زنک ابله، اگه من قدیت عقل ندارم، من اینقدر کار فعالیت میکنم، مهنت میکنم، اینقدر وقت تجربه کاری دارم، من قدیت عقل ندارم، من قدیت نمیفهمم، من راهی خوب و راهی بد فرق نمیکنم گفتنی. من گفتم که شیشه عرقی مرا بیار که من بزنم دم بگیرم، значит تو باید برای بگیری بیاری بدم. رجب علی، تو امروز جشن داری، باید تو امروز استراحت کنی. یک بلای وزوینه ای سر دور کردی، یعنی که کیرا خشتومان کرد. امروز تو فقط باید دم بگیری. خشتومان جان خشتومان، بلای جان خشتومان، خیریت ای خونم رفتی، انا میزنم راحت میکنم خشتومان. آه خشتومان، خشتومان جان خشتومان، بلای جان خشتومان، خیریت که رفتی. این برای اوچایت بسنده نیست، برای اگر چینی کلام بیار که من در چینی میخوام بدم. مرده های التماس آخی مرده آخی پاخی نیا، چینی بگی بیاد چینی هم خود خیر بدم. خیلی میدونم که ایمه رنجیدگی، ایمه خفایی، من 100% میدونم. ودکا جان ودکا نه که ایجا گناهگور من نیستم، یه گناهگور خشتومان من. اگر همی خشتومانم نمی اومد من 100% هر روز را استعمال میکردم به چون و چرا. به همین خاطر که می نوشیم در بود صدقه بوتا یاد کن بوتا. زنک چنی را بیار، بوتا یاد کن چنی را بیار تیز. ای رحمت، ای ما ترا گفتم که برا برای همین اولچه خدمت میکنی. قب چنی را قبی دی هنه ای را بگی. آب هنه که خیلی که ما در چای میرزی، ما چای میخورم کو هنه می چنی را پر میکنی که ما بزنم استراحت کنم. ای دستی که ای دستی فرزندی فرزانه خشتومانم. بزرگان درست نگفتن زنک جان، گر باده خری در حق خشتومان بخور، یک چنینه و امروز 5 چنی بخور. برای همین بریزش زنک، بریزش آوری، بریزش که در گوش صدقه یا انا که به نام خشتومان، به نام خشتومان رحمت رحمت بانی دوال می شود. اگر بولی کنه خیلی تابت بولی خیره شود خیلی گریه کنی که او من می نوشم می نوشم. باور که استراحت کردم، دم گرفتم یک چی. اوه ای دوستی ما فرخ جان. لبای برادری ما. السلام علیکم رجب علی.
و علیکم السلام. بچه که جدایی که میبیدره که 3-4 روزش نمیدوی. برادر جان نپرس، یک بلای وزوین در پیشتون بود که همون کوره امروز میگیم که دور کردیم از خودمون. خوشتومن اومد از 2 هفته در خونه اودیخ دیگه باور که تبم به درجه خیره که نمیتونستیم که برادر جان بیام قدتون دم بگیریم استراحت کنم. خوشتومن از سر کردی؟ خوشتومن هم زده سر کردیم بگیم، هم سخنهای مرا به فکرم فهمید لشبید بر را. بهترین رجوالی این خیلی باشد به خاطر سر کردن خوشتومن ورزوب میرویم. لیکن برادر جان تیز پریده بیو، من در دنبلچه در پیش سفینه تر نگاه میکنم. اوزی من یک سته کردم لیکی میره اونجی 500 میکنیم، بخی بیو؟ значит هست ها؟ همه نموداش، بخی بیو. تمام اوزی من میام برادر جان. ای رجوالی لبا لیکن خواهیش رنگی سنگپوش نبیوی، دویده پریده سر و سیما بیو. تمام برادر جان، من حاضرم سمالیات واری همون جایم به پروا باش. تمام زنک خیلی من نگه نکن. من اونجا بچه خیلی باید برم استراحت کنم دم بگیرم. فهمم؟ گوش کن مرا، باید 20 بار زنگم نزنی که مردک کی میایی خراکی دوست داشته تا پختم. خیلی با من نگوی خراک پخته چیزی پخته خیلی خودم میگی. تمام؟ میروم از پیش دویده. جانور حرکت که بهترین 180 190. فاروق جان من گفتم که سمالات واری میرسم باید ما استراحت کنیم دم بگیریم. زنک او زنک لبه مردک جان آمده. بزنک میخیز امروز خودتون رو چه لیست میکنید؟ نمیشم فقط سرم خوب میشه بگین شما زیق نشوی مردک جان. رحمت زنک رحمت که هستی زنک همیشه هستم در کارتون، زیق نشوید شما. رحمت او چند زن زده استودم؟ بردار الو سلام بچه جان، چه شما؟ سلام دختر جان، نقصی سازی؟ شکر میشه و شما خوبه؟ میشه داماد چی حال داره؟ خوب است، از دیروزه دیده امروز بهترم، خوب میشه. گفتم در خونه باشه روزی میبیم. در خونه بچه جان بیایید. مایلش روزی رو میبیم. مایلش خوب. او چند در رو هم اومده استودم. فهمم. خباتیر شدن، هر روز زنگ میزنن، در یک روز قریب 10 بار زنگ میزنن میپرسن شما. فهمم زنک جان خیلی نصیب ده. قرضدار شدم ماشین قیمت بها را پخش کردم زنک. خیریت یگان تلفات جانی نشد. خیریت هزاران بار شکر. فقط همین که قرضداری کلام شدم. قرضدار شدم زنک. همش میشود مردک. مهم سلامتی است، مهم که شما ساق و سلامتید، مهم شما زنده اید. حالا خوب میشوید، کار میکنید، همش خوب میشود. السلام علیکم. سلام خوره جان. نخیز داماد جان، نخیز خوره. نه خوره برم نتیشه. خوره هیچی به حرمتی نمیشه خوره جان. خوره. نه خوره. بخیر خدا. چه سلامتی چه حس میکنی؟ بیو بیشتر. توره خدا. بچه جون چه خیلی شدی؟ رحمت شما در هزاران بار رحمت که چون این فرزندی خوب و
چنین فرزند با عقل، چنین فرزند مهربان رو تربیت کردین که در این روزهای پستی درباری ما راستای، درباری ما استوارای. خاله جان بخیر. مهم سلامتیم خوبه. مهم یگان تلفات جانی نشید. فقط ما مالی ضرر دیدیم، لیکن بخیر خاله جان. انسان در روزهای سختی میفهمه، در روزهای پستی میفهمه. هزاران مشکل که شما هستین، شما در برمون هستین، شما دل برداریمون میکنین خاله جان. میدونیم ما نسبت شما به حرمتی های زیاد کردم. در روزهای پستی شما را درک نکردم. وقتی که شوهرتون از دنیا گذشت ما عموما درک نکردم. ما خنده میکردم، قهقه میکردم، میخندیدم. یک ذره شما را دل برداری نمیکردم که خشتامانی ما در چنین روزهای پست در چنین روزهای سخت که همش میگذره. سیخ نشو بچه جون. دومودم به جای فرزند است. دخترم هم فرزندم است. توی هم فرزندی من میشوی. ما همه این کارتای گیر دومو جون یک دو سو مبلغ در درونی همین جمع کردیم. بردم پرداختی همون ماشینه کن. خاله جون من نفهمیدم که خشتامانی ما برای ما خشتامانی و برای ما این مادر است. این یک نفری غمخوار است که در چنین روزی پستی درباری ما راست است. خاله جون هزار بار بخشش که نسبت به حرمتی های زیاد کردم. هزاران بار شکر که چنین همسری نازنین و چنین خشتامانی با فهم و دل صاف دارم. هزاران بار شکر. رجب علی ایبرانی. اپا، خواهرها، مادرها و برادران عزیز، خیلی که گفتگی بودم یک برادری ما مردم رو به تمام شهر و نایه‌های تاجیکستان و استراحتگاه‌های تاجیکستان به تماشا میبره. همون برادری ما همین هفته روز یک شنبه یعنی 13 اوگوست تصمیم داره به استراحتگاه اسکندرکل سفر کنه دوستا. نرخش به نهایت ارزان است دوستا. یک روزه میروند دوستان 230 سومون. خورد خوراک، راهگیری، صورتگیری، تماشا، پاماشا، خلاصه همش برای یک انسان 230 سومون است دوستا. این همینجا رقمای برادرمون موندگی زنگ بزنین، مراجعت کنین، با یگان سوم خدمت کتون میکنه. استراحت خوب و فراغت خواهانم حتما اینام ما زنگ بزنین.